وقتی حرف از کیت بدنه GT86 توی ایران میشه ممکنه یکی دو تا اسم مثل راکت بانی یا جیالا بیاد توی ذهنتون. توی دنیا این تعداد کیت‌ها واسه GT86 خیلی زیاده. امروز میریم تقریبا هر چی کیت معروف واسه GT86 توی دنیا وجود داره من بهتون معرفی بکنم. وسطاً بر اساس سلیقه خودم بهشون نمره میدم. سلام، من آرشمم. اینجا چنل آرشکسه. من اینجا یه تعداد ویدیو درباره GT86 و طرز رانندگی‌های درست و کم کم راجع به کارتینگ و اینا دارم درست میکنم. چون چنل نوپای خیلی به حمایت شما بیشتر احتیاج داره، پس حتما لایک و کامنت و زنگوله و اینا فراموش نشه. اونایی که جدیدن سابسکرایب بکنید لطفاً و بریم سراغ ویدیو. خب به عنوان کیت اول میریم سراغ راکت بانی. این کیت 3 تا ورژن داره. بیشتر راکت بانی که تو ایران هم ورژن 3 یا تعدادی هم ورژن 2 ان. اگه این بالا رو ببینید نوشته پندم. به خاطر قوانین کپی رایت که توی آمریکای شمالی وجود داره، تنها جایی که توی دنیا بهش میگه پندم، یعنی به این کیت اسم راکت بانی رو تو آمریکای شمالی بهش میگن پندم. جای دیگه دنیا به راکت بانی معروفه. برای کیت های واید شما مجبورید که گلگیرهای ماشینتون رو ببرید. من این توضیح رو میدم برای اینکه بدونید چقدر سختی یعنی سختی کار داره. این گلگیر اضافه که مال خود کیت میاد روی گلگیر شما چسبیده میشه و یا بعضیا پرچش میکنن یا با بتونه با ماشین یکسانش میکنن. الان تو این عکس که دارید میبینید اینجا پرچ شده. سپر جلو عوض میشه، اسکرت بغل عوض میشه، این گلگیر میاد، این شارکای اضافه بغل گلگیر و سپر جلو و سپر عقب میاد روش. این کل این کیت شامل همچین قطعاتیه. خیلی کیت دیگه واقعا همه جای دنیا هم دیدیم، تو ایران هم خیلی دیگه دیدیم. البته تمام راکتبانیایی که تو ایران هستن الا یه دونش فیکه، یا با فایبرگلاس یا با ABS یا با پلاستیک، حالا جنس خوبش پلاستیک ساخته شده و اینا از روی نمونه اصلی راکت بانی کپی برداری شدن و حالا قالب گیری شدن به قیمت خیلی خیلی پایینتری. خب با جنسای دیگه وارد کشور میشن. تفاوتش با جنس اصلی چیه؟ شما فیتمنتتونه اگه این قطعه قرار کنار هم دیگه اینطوری بشینه، مثلا کیت فیکه یه کوچولو میاد بالاتر و پایینتر میشینه که خب حالا با بتونه میتونین درستش بکنید، چون کیت اصلی داره پول اون برندش هم ازتون میگیره دیگه. شما الان این کیت رو نگاه بکنید $6600 با بال بلندی که داره، این بال بزرگی که این عقب وجود داره، $6600 که شما از امریکا بخوای بیاری ایران هم قطعات سنگینیان هم بزرگن. توی شیپینگ و حمل و نقل دو تا مسئله خیلی مهمه، یکیش وزن، یکیش حجمه. این جنسی که شما دارید میگیرید هر جفتشو داره، یعنی هم سنگینه هم حجمش زیاده، واسه همین شیپینگ زیادی هم بهش میخوره. اگه خواستید واسه GT86 قطعه‌ای بخرید یا پارت خاصی مد نظرتون بود که خریداری بکنید و نمیدونید چجوری باید وارد بکنید، چه سایتایی رو برید سر بزنید، من این ویدیو قبلا ضبط کردم، میتونید برید حتما ببینیدش. اینو ببینید، این ویدیو رو ببینید، بعداً برید اونو ببینید. تو ایران فقط یه دونه راکت بانی اصل داریم که مال GT آقای احمدیه که اصلا داستان اون ماشین فرق میکنه و تو جیزی توشه و یه چیز دیگه است. بریم ورژن 2 شو ببینیم. ورژن 2 هم فکر کنم به چشتون آشنا باشه. چند تا LED این جلوش وجود داره. تقریبا خانوادگی، یعنی مشخصه که هم عین همدیگه‌ن، فقط باله فرق میکنه. این ساده تره، اون دم و تشکیلات رو دیگه خیلی عجیب غریب نداره. دیفیوزر عقب خیلی شبیه اون یکیه. اگه بخوایم دوباره ببینیم دیفیوزر عقب رو ببینیم، خیلی شبیه ورژن 3. بال کوچیک‌تر روی بدنه چسبیده شده. من خودم ورژن 3 رو بیشتر ترجیح میدم. اگه بخوام نمره بدم به ورژن 3 از 10 نمره 8 میدم، به ورژن 2 نمره 6.5 میدم از 10. با بالش $4300 هم هست. بریم کیت بعدی. یه کیت هست به اسم کوه ریسینگ. من رفتم حالا اون تلفظش رو نگاه کردم، مثل اینکه اینجوری میگن کوه ریسینگ. یه ورژن دو تا ورژن داره. عقبش رو خیلی هستم، جلوش خیلی نیستم. جلوش خیلی شلوغه برای سلیقه من، خیلی عجیب غریبه. رینگش هم که اصلا رینگ البته چیز نیست، ما اصلا دربارش صحبت نمی‌کنیم، ولی خیلی رینگ بدی روی این ماشین انداخته. روی گلگیرش رو می‌بینید، اسکرت بغلش رو می‌بینید، سپر جلو عوض میشه، ولی سپر عقب چیز دیگری است. خیلی خوشگل شده به نظر من، با اینکه شلوغه و خیلی پایینه و اگزاجر است، به نظر من بازم جذابه. اگه بخواید بدونید این چه مارکیه، یه GTR طلایی رنگ هم دارن که با تو تمام کل بدن حکاکی شده. این مال همون شرکته. خوشگل ترین چیزی هم که تو این کیت وجود داره به نظر من این اسپویلر عقبشه، این بال عقبشه. اون زمان که من اسپویلر کربن خریدم با این کیت آشنا نبودم، ولی این
اسپویلری بود که انتخاب میکردم. یه اسپویلر برعکسه، پایاش میاد بالا، از زیر بهش چسبیده میشه. یه ورژن 2 داره، ورژن 2ش نورمال تره. سپر جلوش رو ببینید، یه زیر سپر شیکه به نظر من نسبت به اون. خیلی اسکرت عجیب غریبی نداره. عقبش نورمال تر شده، من باز عقبش رو از اون بیشتر میپسندم. خیلی خفنه، هم یه حفره اینجا داره، خیلی کیت جذاب‌تریه نسبت به ورژن 1ش، خیلی باحال‌تر. اگه بخوام به ورژن 1ش نمره بدم میدم 7، اگه بخوام به ورژن 2ش نمره بدم میدم 8.5. فکر کنم براش اوکی باشه. 8.5. میریم کیت بعدی. یه کیتی که اسمش ربات 4030 پوند هم هستش. گالریشو بزنم. خیلی کیت خوشگلی از نظر من. این حفره بغل گلگیری که انقدر زده بیرون، سپر جلو تصیح شده به نظر من راکتبانیه. البته ربطی به هم ندارم، ولی عقبو فقط ببین شما، دیفیوزر رو ببین، شبیه این سوپرا جاید MK5 شده، این وسطش شبیه اون شده. یه اسپویلر عقب، یه اسپویلر خیلی بزرگ، 2 تا حفره بزرگ اینجا، خیلی یه دونه کاپوت خوفناک با یه دونه هود این وسطش، خیلی شیک. همینطور این بغلش، همینطور سپر جلوش. این واقعا جزء کیتاییه که به نظر من روی GTR 6 بی نهایت میشینه. یعنی اصلا انگار برای این ساخته شده. بذار 4 تا عکس رنگ یعنی روشنش هم ببینیم، قرمز. نه دیگه اینو نباید بزنی دیگه، این تویوتا رو واقعا بدجا زده بود. باز اگه بخوام به این یکی نمره بدم میدم نمره 9. به راحتی نمره 9 میگیره. بریم بعدی، اند گیم. این کیتو با احترام به تمام کسایی که چه دارنش چه دوستش دارن، من اصلا دوستش ندارم، چون شبیه کیت لکس، یعنی شبیه سپر جلوی لکسسش کرده و به نظر من چیز درستی از آب در نیومده. این الیدیا جلو شبیه لکس آیس مثلا تقریبا، روی گلگیر، روی این گلگیر، اسکرت بغل. سلیقه من نیست. اینم عقب ماشین، 2 تا حالت مه شکن عقبم روی دیفیوزر اضافه شده. یکم شکسته تر کرده طراحی دیفیوزر رو و سلیقه من نیست. بخوام بهش نمره بدم نمره 2 میدم. بریم بعدی، لیبرتی واک. یه کیت بسیار معروفه توی دنیا، واسه خیلی از ماشین‌های دنیا هم کیت تولید میکنه. بالش رو اگه دقت بکنید اومده 2 تا تیکه است، یه دونه روی کاپوت، یه دونه روی صندوق عقبه، یه تیکش هم اومده روی گلگیر عقبتون نشسته. آها این بالشه. جلوشو ببینیم، خیلی خوف میشه جلوش به نظر من. این تیکه‌ای که مهشکن رو برداشته، ست و الیدی گذاشته جای راهنما، خیلی خفن شده. این دهنه جلو خیلی خوف شده. بالش هم به نظر من بال خیلی خوشگلیه. با جلو رو ببین فقط. این رو گلگیری ها هم اگر حالا مشکیه، اگر الان روی سفید مشکی خیلی خوب نشسته، اگه به نظر من هم رنگ هم بشه هم خیلی جذاب و قیمتاش هم دارید میبینید دیگه، $5770. اگه بخوام به این یکی هم نمره بدم نمره 8.5 به نظر من نمره جذابیه براش. میریم کیت بعدی. کیت مورد علاقه منه، یعنی اگه میخواستم کربن یه روزی وایت بادی میکردم در اصل میشد این کیت وریسه که اینم 2 تا ورژن داره. واقعا کیت خفنیه به نظر من هرچی حفره روی این سپر عقب و گلگیر عقب بیشتر باشه مثلا جذاب تره. این نظر منه ها. ممکنه بگید چه خبره. ببین 1 2 3 اینور 1 2 3 6 تا دونه، یکی هم بالا اینجوری از بغل. جلوش 3 تا هم حفره اینجا داره. سپر جلوش هم به این صورته. یه اسپلیتر خیلی بزرگ جلوشه. دیفیوزر عقبش رو ببینید یه بار دیگه، یه دیفیوزر این شکلیه مهشکنش رو ببینید، اون مشکیش هم ببینید. من این خطای زرد رنگ و طلایی رنگش رو خیلی نیستم، اگه نباشه من از من جذاب تر. بال عقب رو ببینید. من ویدیو اولی که راجع به کربن ضبط کردم بهتون میگم یه دونه بال میخوام از اینجا باشه تا اینجا باشه، اگه یه روزی بال بندازم. دقیقاً منظورم همین بال بود. خیلی بال بلند و بزرگ و جذابیه. کیت هم دارید میبینید دیگه، از $8100 هست که کیت معمولیشه تا $12100 که فیبر کربنشه، یعنی تیکه هایش فیبر کربن میشه. ورژن دومش رو من خیلی نیستمش، $5400. مثلا سپرجلوش که اصلا نیستم. این چیه؟ این چه این شکلیه؟ عقبش خوبه، 2 تا دونه حالت حفره اینجا و اونجا داره، یه دونه این پایین هم اینجا داره.
دیفیوزر عوض شده، یعنی زیر دیفیوزر اومده یه چیزی اضافه کرده. بال خیلی بزرگی که دیگه خیلی اصلا به نظر من زشته. بغل نگاش کنین. نه نیستمش، واقعا نیستمش. اینو خیلی ورژن اولیه اگه بخوام نمره بدم میدم 10، ورژن دوم اگر بخوام نمره بدم میدم 7. بریم بعدی. کیت بعدی میشه کیت TRD GTR 6 که این هم جزی کیتایی که تو ایران خیلی زیاد میبینید، زیر خیلی از GT ها وجود داره. یه تیکه پایینش داره، یه اسکرت بغلش میاد، یه بال داره و دیفیوزر عقبه که کلا عوض میشه و همرنگ بدنه میشه. این دیفیوزر عقبش به نظرم خوشگل ترین چیزیه که به ماشین اضافه میکنه. نمره که بخوام به TRD بدم میدم 6.5 چون خیلی کیت ساده ایه و خیلی چیز عجیب غریبی نیست. بریم بعدی. یه کیتیه به اسم مدلیستا. من اگه واید بادیش میخواستم بکنم میشد وریس. اگه میخواستم بدون واید بدونیم که گلگیرا رو نبرم، اگه میخواستم کیتی بندازم مدلیستا مینداختم روی ماشین. واقعا کیت شیکیه و بهش میتونم بگم تمیزه. یعنی جمله‌ای که میخوام، کلمه‌ای که بخوام بهش بگم تمیزه. سپر جلو رو ببینید، البته این 2017 ای البته. سپر جلوشو ببینید، این تیکه جلوشو که بهش اضافه شده رو ببینید، اسکرت بغلش رو ببینید. این تو این تصویر بیشتر مشخصه. جلو رو ببین، این عقب، سپر عقب، اسکرت بغله. میاد که فلزی میاد که من اینو نیستمش. بال عقب رو ببین فقط، بازم مثل لیبرتی واکی یه تیکه روی صندوق، یه تیکه میاد روی گلگیرتون، ولی این به نظر من بال خوشگل‌تریه. از عقب بخوام اگه کلی ببینیم، این تیکه که به سپر عقب اضافه میشه، اسکرت بغل، این تیکه هم واقعا نباید روی ماشین بیاد، نیستمش. یه نکته دیگه از کیت مدلیستا اگه بخوام بگم، این بالای گلگیرشه که بج GTR 6 چسبونده شده. بعضیا جا شارک میذارن، این یکی اومده یه چیزی که رنگی میشه، یعنی LED پشتش روشن میشه رو گذاشته. یه تیکه استیل بالاش هم نور آبی روشن میشه. خیلی به نظر من واقعا هم یونیکه هم جذابه، یعنی خیلی خاصه دیگه، هیچ کس ندارتش و توی دنیا هم خیلی کیت کمیه، خیلی کم روی ماشیناشون میندازه. بخوام به این یکی نمره بدم میدم نمره 9.5 چون اونم واید نیست. اگه واید بود به نظر من میتونست 10 بگیره. یه کیتی داریم به اسم سارد. بازم رفتم تلفظش رو نگاه کردم ببینم دقیقاً چی میخونن سارد. نیستمش راستیت. جلوش خیلی عجیبه، شلوغه و اصلا شکل ماشین یه چیز دیگه کرده. ممکنه شکل رو عوض بکنی ولی خوب بشه. این خوب نیست به نظر من. عقبش با اینکه حفره داره و من دوست دارم، نه این نه، دیفیوزر رو ساده ترش کرده. یه دو تا تیک اصلا چیکار کردی با ماشین. از بغل هم بخواید ببینید یه ساید اسکرت خیلی بزرگ داره ماشین. یه بالش هم ببینیم. باب شد تو ایران که یه تعدادی بچه ها انداختن که نمونه بازطراحی شده از این نمونه سارده. بخوام به این کیت نمره بدم میدم 5. کیت ورتکس رو داریم. خیلی کیت ساده ایه به نظر من. یه زیر سپر معمولی میاد جلوی ماشین. بذارینم آره در این حد تصویر داریم. یه زیر سپر ساده میاد، یه اسکرت بغل بزرگتر شد. یه اسکرت بغل خیلی دیگه بیش از اندازه ساده. یه روی سپر عقب یه تیکه انقدری میچسبه و هیچی. شیکه، ترتمیزه، خیلی دیگه ساده است. یعنی نه برای من نه، یعنی دیگه پول بدی تو. الان فول لیپ کیتش $1480، یعنی کل اینا $1480 تو آمریکاست تا بیاد $3000. و بخوام نمره بدم میدم 5. در حد خودشه. عکسای دیگه‌ش هم که اینجوری. یه کیت دیگه داریم به اسم بلیتز. من بلیتز رو هم خیلی دوست دارم. از اون کیتاست که باید ماشین رو از نزدیک ببینی. خیلی شکل جلوی ماشین عوض شده به نظر من، خیلی شادترش کرده. شما اگه نسبت به راکت بانی ورژن 3 نگاش بکنی هیچی نداره ولی باز ابهت داره. یعنی ساده است ولی ابهتش رو حفظ کرده. عقبش هم ببینید قشنگ همه چی خطوط شکسته شده. دیفیوزر خیلی خطوط شکسته به کار برده. روی گلگیر این که اینم یه باله براش. بلیتز رو هم من بهش نمره 9 میدم از 10. این عکس بزرگتر شدهشه. یکی داریم به اسم ویل ساید. خیلی دیگه عجیب غریبه جلوش برای من ولی عقب خیلی خوشگلی داره. جلوش رو نیستم، جلوش شبیه ماره برای من، تریپ مار شده ولی عجب عقبی داره. خیلی شیکه عقبش. گلگیرا هم همینطور که میبینید شبیه راکت بانیه
گلگیر جلو نه، گلگیر جلو خوشگل‌تر به نظر. گلگیر عقب خیلی شیکه، بال عقب خیلی خوبه، دیفیوزر خیلی خوبه، سپر خیلی خوبه. چه گلگیر عقبی داره. اینم کیت خیلی خوشگل. چقدر گرونه، $13800. نمره 7. اینم یه عکس دیگه از عقبش. تا باز ارتفاعش باید بیاد پایین‌تر. کیت بعدی INGS. سپر جلوش رو اگه ببینیم، بذار بریم جلو. این سپر جلوشه، یه افره اینجا داره، شکل مهشکن و راهنما عوض شده، این جلو عوض شده، زیر سپر، یعنی کلا سپر که عوض شده، حالت زیر سپر پیدا کرده. گلگیرش جزء گلگیره خیلی خوشگل محسوب میشه به نظر من. سپر عقب 2 تا حفره این ور اون ور، دیفیوزر تقریبا خیلی دست نخورده. بال عقب 2 نمونه است. خیلی چه بال عجیب غریبی داره. بال روی خیلی، یعنی روی کمتر کیتی همچین بال این شکلی دیدیم. از این ور اون ور اصلا رو هواست. چه عجیب. یه رکاب بغل معمولی و شیک. آره رکاب شیکه. بال عقبش رو نیستم. این بال بلنده باز بهتره. حالا نمیدونم مال خود همین کیته یا نه. گلگیرشو خیلی هستم. سپر جلوشو خوبه، دوست دارم. کاپوتش هم بگی نگی. INGS اگه بخوام نمره بدم بهش میدم 8. $3485. کیت بعدی میشه آرتیسان اسمشه و بسیار به نظر من کیت خوشگلیه. جلوش خیلی شیکه، شبیه همون ویلسایده به نظر من، فقط درستش کرده. اون مارمانندیشه دیگه درست کرده. خیلی عجیبه، کیت عجیبیه واقعا به نظر من، خیلی شیکه. چه گلگیر خفنی، بدون هیچ حفره، یه تیکه اینجا فقط روش، دیگه هیچی نداشت. این بغلش جای کار به نظر من بیشتر داشت، نظر شخصی. عقبش خیلی شیکه، بال خیلی خوفه، 2 تا تیکه، یه تیکه اومده پایین وصل شده، که روی صندوق وصل شده. دیفیوزر عقب خیلی شیکه. این کیت هم 6100 پونده. کیت بعدی اسمش رالی بکره. رالی بکر، بله. و گلگیر عقب جالب، گلگیر جلو جالبه. سپر جلوش نمیدونم، تکلیفش با خودش مشخص نیست اصلا. هم آره، هم از این کیتاست که هم آره هم نه. یه همچین شکلی داره. جلوش باز هم رنگ شد. خیلی کیت عجیبیه. خیلی. عقب شما اصلا هیچ عکسی توی سایتش نیست. آره از عقبش هیچ عکسی نداریم. خاطر هم عقبش رو نمیبینیم هم جلوش انقدر عجیبه. اینو میدم 6. به آرتیسان نمره ندادم، به این میدم 9.5 رسما. آره 9.5 به نظر نمره خیلی خوبیه برای این. اینو میدم 6. یه کیت داریم به اسم اوریجین. به نظر من کیت شیکیه. این سپر جلوشه، سپر عقب بذار رنگ شده روی ماشین ببینی. این سپر جلوشه، این اسکرت و رکاب بغلشه. گلگیرم ببینین، تعداد حفره ها عقبش. قیمتش هم که این پایین دارید میبینید. نمره که بخوام بهش بدم میدم 7.5 بهش. بعدی کیت مکسوریدوه. خیلی دیگه کیتیه که انگار هیچ کاری روی ماشین نکردی. یه دونه خود آقای مکسوریدوه، مثل این که اشتباه رفتم. خب ببین یه زیر سپر بغلش اینجا معلوم نیست اگه دقت بکنید. نه، بغل سپر جلوتون یک کوچولو اومده بیرونتر. یه اسکرت بزرگ داره، روی گلگیرم داره. بدک خیلی ساده است، خیلی ساده است. بستگی داره، حالا قیمتش هم نزد، نمیدونم قیمتش چقدره. بعد خود آقای مکسوریدو، بله خیلی ساده است. بخوام بهش نمره بدم، ببینید روی گلگیرش یک کوچولو اومده. گلگیر جلوش یه تیکه چیز شده، بد نیست، بگی نگیه. من به این کیت میدم 4، به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه زشته، به خاطر اینکه تقریبا توی ماشین هیچ، یعنی یکی از دور ببینه جی تی اسش ندیده باشه، حتی اون که اصلا نمیتونه نظر بده. هیچ برای خود نه، هم 4 بسش، که انگار هیچ کاری نکردی رو ماشین. بعدی سیوسته، یه کیتیه به اسم سیوست. تی آر دی وحشی تر شده است. زیر سپر رو ببین،
ببین عشان اومده جلوی چونه پیدا کرده ماشین. حتی به از وریس هم به نظر من خوشگل تره. اون وریس که من بهش 10 دادم، این گلگیر از اونم خوشگل تره به نظر من. این یه تیکه ماشین 10. بزنم به به، این تیکه ماشین نگاه بکن فقط، زیباست. سپر جلو واقعا زیباست. گلگیر واقعا خفنه. عقبش هم اگر بهمون یه نشونی بده. چرا عقب ماشین رو نشون نمیدین شما؟ بذار ببینن داریم. بله، یه بالخ بسیار زشت داره. این تایپ یکش، یعنی نوع اول بالشه. اصلا نیستمش. بازم از این زوایای دیگه ببینیدش. وای نه، این بالش که اصلا. یه نوع دیگه بال داره که این شکلیه، باز قابل تحمل تره. قیمتاش هم که باز دارید میبینید. میگم که توجهتون جلب بشه. $624 فقط بال. و فقط دقت کنید اون سمت هنوز نیومده اینجا، شیپ نخورده. یه رکاب بغلش هم که این شکلیه. کاش رو ماشین سفید نبود، رو رنگی بود میدیدیم. اینم عقبشه، سپر عقبشه. خیلی کیت شیک جذابیه واقعا. سیوست واقعا کیت جذابیه. سپر جلوش، گلگیر جلوش خیلی نمره براش کسب میکنه، پس میتونه 8.5 بگیره. یه کیتی داریم که GTR 6 شبیه LFA میکنه. این کیت دمدی، اسمش دمدیه و عقبش رو اگر ببینید یه 3 تا اگزوز فیک بهتون میده. این عقبش تیکه عقب و شبیه LFA میکنه. یه رکاب خیلی معمولی. عقب کامل عوض شده، جلو هم کامل عوض شده. سپر جلو باز هم سلیقه من نیست، میدونید، چون این ماشین اون ماشین نیست. مثل که رو سنگیان بجه مثلا بنز بچسبونید، بعد بگید مثلا من بنز سوارم. خب نیست. و اگرم اصلا اوکی میخواید اون چیزی که حالا کانسپتی که تو ذهنته رو، این کانسپتی که تو ذهنش بوده رو نظرم خوب در نیاورده. حداقل این سلیقه من. اگه بخوام نمره بهش بدم، اگه اونو بهش 2 دادم، میدم 3. و به عنوان آخرین کیت هم یک کیتی اسم یوروس، دقیقاً شبیه طراحیای دهه 90. اگر یادتون باشه به آندرگراند 2 و آندرگراند 1 وقتی ماشینا رو تیون میکردیم، همین انقدر اگزاجره میکرد و ساده بود. مثلا راکت بانی، باز من راکت بانی رو مثال میزنم چون خیلی دیگه اگزاجره از همه چیش بیرون زده. خیلی تیز و توز و اینور اونور فلان، جلوش خط تا خش و فلان اینا. اینور خیلی ساده، نرم، شیک، ولی عضلانی کرده ماشین رو، بزرگش کرده. اگه به طراحی‌های دهه 90 میلادی و اون بادی کیت‌های اون زمان علاقه دارید، این کیت احتمالاً کیت مورد علاقتون باشه. یه بال خیلی ساده، یه سپر خیلی یعنی در اصل روی سپر چسبونده شده، خیلی عجیب و غریبه. اینو به شخصه رو ماشین خودم مثلا دوست ندارم داشته باشم، ولی بیرون ببینم روی ماشین کسی باشه خیلی جذابه به نظرم. به اینم اگه بخوام نمره بدم، میدم نمره 7. چون سلیقه من خیلی نیست، ولی میگم اینو بیرون ببینی خیلی جذابه. و تمام. امیدوارم که به درتون خورده باشه. حتما برای اون افرادی که GTR 6 دارن و دوست دارن بخرن این داستانا، حتما این پلیلیست کربن بازی رو بفرستید. من هر چیزی که در روی GTR 6 وجود داره رو دارم ویدیو درست میکنم براش که چه نکاتی باید توجه کنیم، چه پارتایی میتونید بخرید. هر چیزی که در روی GTR 6 میدونید توی پلیلیست کربن بازی وجود داره. پس حتما به اشتراک بذارید با دوستاتون و اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید. کامنت بذارید که یوتیوب ربات تشخیصتون نده و اگر دوست داشتید از ویدیوهای بعدی من مطلع بشید، حتما اون زنگوله رو فشار بدید و به حالت آل تبدیلش بکنید که از ویدیو بعدی من مطلع بشید. طبق معمول هم من آرشکسم، خیلی مخلصم. فعلا خدافظ.